در یک صبح معمولی در ایالت کارولینای جنوبی هیچ کس تصور نمی‌کرد یک تماس تلفنی ساده پرده از یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های جنایی آمریکا بردارد. سال 2016 بود. خانواده یک زن جوان به نام کالا بران چند ماهی بود که از او خبری نداشتند. تلفنش خاموش شده بود. جواب پیام‌هایش را نمیداد و ناپدید شدن او کم کم از یک غیبت معمولی تبدیل به یک کابوس شده بود. اما پلیس هنوز نمیدانست دنبال چه چیزی می‌گردد. تا اینکه سرنخ‌ها آنها را به یک ملک بزرگ دور افتاده رساند. زمینی پر از وسایل قدیمی، خودروهای رها شده و یک کانتینر فلزی زنگ زده که در گوشه از آن قرار داشت. در نگاه اول این کانتینر هیچ چیز خاصی نداشت، فقط یک جعبه آهنی قدیمی. اما وقتی ماموران به آن نزدیک شدند، متوجه چیزی شدند که همه چیز را تغییر داد. از داخل آن صدا می آمد. آنها در را باز کردند و چیزی دیدند که هیچ کس انتظارش را نداشت. زنی زنده، وحشت زده و ضعیف داخل آن محبوس شده بود. زنی که مدتها همه فکر می‌کردند دیگر زنده نیست. نام او کالا بران بود. اما سوال بزرگ این بود: چه کسی او را آنجا زندانی کرده بود و چرا؟ پاسخ این سوال آنها را به مردی رساند که سالها پشت یک چهره آرام و یک زندگی ظاهراً عادی پنهان شده بود. مردی به نام تاد کلدهپ. مردی که همسایه‌هایش او را فردی آرام، مؤدب و حتی موفق می‌شناختند. اما پشت این ظاهر رازهایی وجود داشت که وقتی آشکار شدند حتی ماموران پلیس را شوکه کرد، چون آنها فقط یک گروگانگیر پیدا نکرده بودند. آنها وارد پرونده‌ای یک قاتل زنجیره‌ای شده بودند. اما قبل از این که به آن روز برگردیم باید یک سوال را جواب بدهیم: تاد کلدهپ چه کسی بود؟ چطور یک انسان میتواند سالها در کنار دیگران زندگی کند، کار کند، لبخند بزند و در همان زمان مرتکب جنایت‌هایی شود که بعدها آمریکا را شوکه کند؟ برای فهمیدن جواب باید به سالها قبل برگردیم، به زمانی که هنوز کسی نمی‌دانست این مرد چه چیزی را درون خودش پنهان کرده است. قبل از اینکه نام تاد کلدهپ با ترس و جنایت گره بخورد، او برای بسیاری از مردم فقط یک مرد معمولی بود. مردی که زندگی خودش را داشت، کار می‌کرد و سعی می‌کرد تصویری عادی از خودش نشان دهد. اما پشت این ظاهر آرام گذشته‌ای وجود داشت که بعدها وقتی پلیس آن را بررسی کرد، نشانه‌های نگران کننده در آن پیدا شد. تاد کلدهپ در سال 1971 در فلوریدای آمریکا به دنیا آمد. دوران کودکی او مانند بسیاری از کودکان دیگر شروع شد، اما خیلی زود زندگی خانوادگیش تغییر کرد. والدینش از هم جدا شدند و تاد در سالهای کودکی بین شرایط مختلف خانوادگی بزرگ شد. در ظاهر هیچ چیزی وجود نداشت که به اطرافیان هشدار بدهد یک روز نام او در یکی از پرونده‌های جنایی مهم آمریکا مطرح خواهد شد. اما یک اتفاق در دوران نوجوانی اولین برخورد جدی او با قانون را رقم زد. وقتی تاد تنها یک نوجوان بود، به اتهام حمله به یک کودک خردسال دستگیر شد. این پرونده بعدها یکی از مهمترین بخش‌های گذشته او شد، چون نشان می‌داد رفتارهای خطرناک او سالها قبل از جنایت‌های مشهورش شروع شده بود. با وجود این اتفاق سالها گذشت و کلدهپ توانست زندگی جدیدی برای خودش بسازد. اون وارد ارتش شد، آموزش دید و بعد از مدتی به کارهای مختلف مشغول شد. برای بسیاری از اطرافیانش اون یک مرد عجیب بود، اما بی خطر. کسی که علاقه زیادی به اسلحه داشت، در کارهایش جدی بود و بیشتر وقتش را صرف فعالیت‌های شخصی خودش می‌کرد. اما چیزی که بعدها تحقیقات نشان داد این بود که تصویر بیرونی او با چیزی که در ذهنش می‌گذشت فاصله زیادی داشت. سالها بعد تاد کلدهپ به کار خرید و فروش املاک رو آورد. او زمینی بزرگ در کارولینای جنوبی خرید، جایی دور از شلوغی شهر، با فضای زیادی که می‌توانست هر چیزی را از چشم دیگران پنهان کند. برای همسایه‌ها او فقط یک صاحب زمین بود، مردی که زیاد حرف نمی‌زد و زندگی خودش را داشت.
اما همین ویژگی بعدها تبدیل به یکی از ترسناکترین بخش‌های پرونده شد، چون بسیاری از قاتلان خطرناک همیشه شبیه چیزی که مردم تصور می‌کنند نیستند. آنها همیشه چهره خشن، رفتار عجیب یا نشانه واضح ندارند. گاهی اوقات آنها همان افرادی هستند که هر روز از کنارشان عبور می‌کنیم. در سال 2003 اتفاقی رخ داد که بعدها نام تاد را دوباره وارد پرونده پلیس کرد. 2 نفر به نام میگان مکرا و جانی کاکسی در یک فروشگاه اسلحه فروشی کشته شدند. سالها هیچ کس نمی‌دانست قاتل واقعی چه کسی است و پرونده سرد باقی مانده بود. و در حالی که خانواده قربانیان هنوز دنبال جواب بودند، مردی که مسئول این جنایت‌ها بود زندگی خودش را ادامه می‌داد. اما یک اشتباه کوچک، یک کشف غیرمنتظره و یک زن که از کانتینر نجات پیدا کرد همه چیز را تغییر داد. وقتی پلیس کالا بران را پیدا کرد، آنها فقط دنبال پیدا کردن یک قربانی نبودند. آنها آرام آرام داشتند وارد دنیایی می شدند که تاد کلهب سالها پنهان کرده بود. دنیایی از رازها، دروغها و جنایت‌هایی که قرار بود یکی یکی آشکار شوند. اما مهمترین سوال هنوز باقی مانده بود. کالا بران تنها قربانی بود؟ یا این کانتینر فقط اولین صفحه از یک پرونده بسیار بزرگتر بود؟ وقتی ماموران پلیس در نوامبر سال 2016 وارد ملک تاد شدند، هنوز نمی‌دانستند با چه چیزی روبرو خواهند شد. آنها فقط یک هدف داشتند: پیدا کردن کالا بران بود. زنی که هفته‌ها ناپدید شده بود و آخرین رد پایش به همین زمین بزرگ دور افتاده می‌رسید. اما وقتی کالا نجات پیدا کرد، تحقیقات وارد مرحله‌ای کاملاً جدیدی شد. چون حرفای او تصویری را نشان میداد که بسیار تاریک‌تر از پرونده آدمربایی ساده بود. کالا به پلیس گفت مردی که او را در کانتینر زندانی کرده بود تاد کلهب بود. اما چیزی که ماموران را بیشتر نگران کرد حرفای بعدی او بود. کالا گفت مرد دیگری نیز همراه او بوده است. نام اون چارلی کارور بود، دوست پسر کالا. او آخرین بار همراه کالا دیده شده بود و خانواده‌اش مدت‌ها بود دنبال خبری از او می‌گشتند. حالا پلیس با یک سوال بزرگ روبرو بود: آیا چارلی هم قربانی تاد کلهب شده بود؟ ماموران شروع کردن به جستجوی زمین، ملکی بزرگ، ساکت و دور از رفت و آمد. جایی که یک نفر می‌تواند سالها رازهایش را پنهان کند. و خیلی زود ترسناکترین بخش تحقیقات آغاز شد. آنها بقایای انسانی را در همان منطقه پیدا کردند. جستجوها نشان داد که چارلی کارور دیگر زنده نیست. او به قتل رسیده بود. اما این پایان ماجرا نبود. با ادامه بررسی‌ها پلیس متوجه شد که تاد کلهب ممکن است ارتباطی با پرونده‌های قدیمی دیگر داشته باشد. پرونده‌هایی که سالها بدون پاسخ باقی مانده بود. یکی از این پرونده‌ها مربوط به سال 2003 بود. در آن سال در فروشگاه اسلحه فروشی در کارولینای جنوبی 2 نفر کشته شدند: میگان مکرا و جانی کاکسی. آن زمان پلیس نتوانسته بود قاتل را پیدا کند. اما حالا با دستگیری تاد کلهب دوباره این پرونده قدیمی بررسی شد. شواهد جدید نشان داد که ممکن است کلهب پشت این قتل‌ها بوده باشد. و این یعنی مردی که سالها در جامعه زندگی کرده بود شاید مدت‌ها قبل از اتفاقات سال 2016 وارد مسیر جنایت شده بود. اما چیزی که این پرونده را ترسناکتر می‌کرد فقط تعداد قربانیان نبود. چیزی که پلیس را شوکه کرد تضاد بین ظاهر و واقعیت بود. تاد کلهب مردی نبود که مردم از دور به او شک کنند. اون کسی نبود که همیشه عصبانی یا غیر قابل کنترل به نظر برسد. او توانسته بود تصویری کاملا متفاوت از خودش بسازد: یک مرد آرام، یک همسایه معمولی و یک فرد موفق در کار. اما پشت این تصویر فردی قرار داشت که سالها توانسته بود تاریک‌ترین بخش وجودش را پنهان کند. با هر مدرکی که پلیس پیدا می‌کرد داستان پیچیده‌تر می‌شد. حالا آنها باید می‌فهمیدند چند نفر دیگر قربانی شدند، چند راز دیگر زیر خاک این زمین پنهان است و مهمتر از همه چرا تاد کلهب این کارها را انجام داده بود. برای جواب این سوال پلیس باید وارد ذهن مردی میشد که سالها توانسته بود چهره واقعی خودش را مخفی نگه دارد. بعد از پیدا شدن کالا بران و کشف جسد چارلی کارور، پلیس دیگر با یک پرونده ناپدید شدن معمولی روبرو نبود.
آنها حالا با مردی طرف بودند که سالها توانسته بود رازهایش را پنهان کند. مردی که در ظاهر یک شهروند عادی بود، اما پشت درهای بسته داستان دیگری وجود داشت. تاد کلهب دستگیر شد، اما چیزی که برای ماموران عجیب بود رفتار او بعد از بازداشت بود. بسیاری از متهمان در چنین شرایطی تلاش می‌کنند همه چیز را انکار کنند، اما کلهب شروع کرد به صحبت کردن. او اطلاعاتی داد که پلیس را به سمت پرونده‌های قدیمی هدایت کرد. در بازجویی‌ها کلهب درباره اتفاقاتی صحبت کرد که سالها کسی از آن خبر نداشت. او اعتراف کرد که در قتل‌های سال 2003 نقش داشته است، همان پرونده‌ای که سالها بدون نتیجه باقی مانده بود. طبق اعترافات او قتل‌های دیگر نیز در همان منطقه رخ داده بود. یکی از این موارد مربوط به زوجی به نام مگان مکرا و جانی کاکسی بود که سالها پروندهشان حل نشده باقی مانده بود. حالا پلیس بالاخره پاسخهایی پیدا کرده بود، اما این پاسخها بسیار تاریک‌تر از چیزی بود که انتظار داشتند. یکی از بخش‌های تکان دهنده پرونده نحوهی بود که کلهب درباره جنایتش صحبت کرد. برای ماموران این سوال مهم بود: چطور یک انسان می‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد و بعد سالها مانند یک فرد عادی زندگی کند؟ کارشناسان جنایی معمولاً در چنین پرونده‌هایی به دنبال الگوها می‌گردند. چیزی که در رفتار بسیاری از قاتلان دیده می‌شود، توانایی پنهان کردن شخصیت واقعی خود هستند، توانایی ساختن یک تصویر قابل اعتماد برای دیگران و جدا کردن زندگی روزمره از بخش تاریک شخصیت خود. اما در پرونده کلهب یک نکته بسیار مهم وجود داشت. او قبلا نیز در گذشته با قانون مشکل پیدا کرده بود. سالها قبل، زمانی که نوجوان بود، پرونده علیه او تشکیل شده بود. این موضوع بعدها باعث شد بسیاری سوال کنند: اگر آن اتفاق در گذشته جدی‌تر بررسی می‌شد، آیا ممکن بود مسیر زندگی قربانیان بعدی تغییر کند؟ این یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی است که در پرونده‌های جنایی مطرح می‌شود. نه اینکه می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، بلکه اینکه آیا نشانه‌هایی وجود داشت که نادیده گرفته شدند. بعد از اعترافات تحقیقات ادامه پیدا کرد. پلیس می‌خواست مطمئن شود تمام قربانیان شناسایی شدند. زمین تاد کلهب تبدیل به یک مرکز جستجو شد. هر نقطه‌ای از آن می‌توانست یک راز جدیدی را آشکار کند. اما در نهایت چیزی که این پرونده را بسیاری از پرونده‌های دیگر جدا می‌کرد فقط جنایت‌ها نبود، بلکه این واقعیت بود که یک زن با زنده ماندن خود باعث شد سالها سکوت شکسته شود. کالا بران ناخواسته کلیدی شد که قفل یک پرونده قدیمی را باز کرد. اما داستان هنوز تمام نشده بود، چون حالا باید تاد کلهب در برابر خانواده‌های قربانیان پاسخ می‌داد. مردی که زمانی خودش را یک شهروند معمولی نشان می‌داد، حالا باید برای جنایت‌هایی که انجام داده بود حکم می‌گرفت. در سال 2018، تقریباً 2 سال بعد از آن کشف تکان دهنده در کارولینای جنوبی، تاد کلهب مقابل دادگاه ایستاد. مردی که زمانی پشت یک زندگی ظاهراً معمولی پنهان شده بود، حالا به عنوان یک قاتل و یک آدمربا شناخته می‌شد. اما در این پرونده فقط مجازات یک مجرم مطرح نبود. پشت نام‌های موجود در پرونده خانواده‌هایی بودند که سالها منتظر جواب مانده بودند. خانواده‌هایی که نمی‌دانستند عزیزانشان چه سرنوشتی پیدا کردند و حالا حقیقت هر چقدر تلخ بالاخره آشکار شده بود. در دادگاه جزئیات پرونده بار دیگر مرور شد، از ناپدید شدن کالا بران تا کشف او در کانتینر فلزی، از مرگ چارلی کارول تا قتل‌هایی که سالها بدون پاسخ باقی مانده بودند. دادستان‌ها تصویری از مردی ارائه کردند که توانسته بود برای مدت طولانی چهره متفاوتی از خودش نشان دهد. مردی که در جامعه به عنوان فردی آرام شناخته می‌شد، اما در پشت آن ظاهر مرتکب جنایت‌های وحشتناکی شده بود. در نهایت تاد کلهب به چندین جرم از جمله قتل و آدمربایی اعتراف کرد و به چندین حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. اما حتی بعد از صدور حکم، یک سوال همچنان باقی مانده بود: چطور ممکن است یک فرد سالها در کنار دیگران زندگی کند و هیچ کس متوجه خطر واقعی او نشود؟ پرونده تاد کلهب یک یادآوری تلخ درباره ظاهر انسان هاست. گاهی خطرناکترین افراد کسانی نیستند که از دور ترسناک به نظر می رسند. گاهی آنها کسانی هستند که یاد گرفتند چطور خودشان را عادی نشان دهند.
یک همسایه معمولی، یک همکار آرام، یک فردی که هیچ کس فکر نمی کند ممکن است راز بزرگی پنهان کرده باشد. اما شاید مهمترین بخش این پرونده فقط درباره قاتل نباشد، بلکه درباره زنی باشد که با وجود ماها ترس و اسارت زنده ماند. کالا بران با زنده ماندنش باعث شد حقیقتی آشکار شود که شاید اگر او پیدا نمی‌شد سالهای دیگر پنهان می‌ماند. نجات او باعث شد خانواده‌ای که سالها در انتظار پاسخ بودند بالاخره حقیقت را بدانند. در پایان پرونده تاد کلهب یک سوال سنگین باقی می‌گذارد. چند راز دیگر ممکن است پشت چهره‌های معمولی پنهان شده باشد و چند بار ممکن است یک اتفاق کوچک پرده از تاریک‌ترین بخش‌های یک انسان بردارد. چون آگاهی، یک در زنگ زده یک کانتینر می‌تواند مسیر یک پرونده را برای همیشه تغییر دهد.